به نام خداوند جان آفرین که سخن اندر زبان آفرید. جناب پیامبر علیه الصلاة و السلام میفرماید سه گروه سه شخصی هست که اگر دعا کنند دعاش به شک مستجاب می شود. ما الان باید توجه کنیم که پیامبر حواله ما و شما را به سوی کدام شخص ها میکند تا اینکه از دعای نیکی اونها برخوردار شیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اولین گروه میفرماید کسی که مسافر است. هر کسی که میخواهد به سفر بروید ما باید از اون دعا بگیریم که تا اینکه در حق ما دعای نیک کند دعای اون در نزد خداوند مستجاب می شود. یکی مستجاب دعا است، این آدمی غریب است. دوم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید مظلوم، کسی که مظلوم باشه اگر چند کافر هم باشه از دعای مظلوم باید بترسیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه یک انسان که ظلم کردیم، ناراحتی کردیم، رنجوندیمش، زدیمش، او را چیکار کردیم در حق دعای بد کرد دعاش مستجاب میشه اگر چند کافر هم باشه. به همین خاطر کوشش کنیم که هر کجا که باشیم از دعای مظلوم بترسیم، دل هر بنده را نرنجونیم که دل به دست آر که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است. وقتی دل او را میرنجونی و به نزد الله دعا میکنه، شکایت میکنه، ممکن که الله غضبش بالای منت بیاره. به همین خاطر کوشش کنیم که از دعای مظلوم بترسیم. سوم که مستجاب دعا است، اگر دعای نیک کند برای ما موفقیت می شود و دعای بد کند خاری به سر ما میاد، این دعای پدر و مادر است. کوشش کنیم که هر کجا که باشیم برادران دعای پدر و مادر را بگیریم. امروز صحبت میکنیم، هم امر معروف گوش میکنیم، امر معروف میکنیم، لیکن با مادرامون توجه نداریم. وقتی تلفن به دست میگیریم صحبت میکنیم، قید زن و فرزندامون با یک شیرینی صحبت میکنیم. وقتی با مادر صحبت که میکنیم، وقتی احوال خونه را گپ میزنه، غم درد گپ میزنه، به سر او داد میزنیم چون چی گپای ناخوب میگیم، لیکن فکر نمیکنیم که مادر است. اگر مادر دعای بد کنه در حق ما دنیا همه برای ما تاریک میشود، لیکن مادر همه مهر و محبت که داره، شفقت که داره، او دیدش میره با در زمین همو چیکار میکنه، میگه خدایا فرزند من هدایت کن. در دیگر حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید بکاء الوالدین من العقوق. شما گپی ناراحت گفته، گپی سخت گفته، پدر مادر رنجید، او دیدش که فرمان شما عاق میشه. این حدیث پیامبر اگر امروزه توجه کنیم همه ما فرزنده عاق هستیم، به خاطر نه توجه به پدر داریم نه به مادر داریم. به همین خاطر برادران اهل اسلام کوشش کنیم که قدر پدر مادر را بدونیم. پیش از اینکه پدر مادر از دست ما برود ما خاری را بینیم باید دعای اونها را بگیریم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه خوش به حال کسی که دو جنت داره. گفتن دو جنت کیه یا رسول الله؟ گفت پدر مادر. کسی که پدر مادر دارد دو جنت داره. کسی که پدر دارد مادر ندارد یا مادر دارد پدر ندارد یک جنت دارد. شیخ بود همیشه دعای مادرش میگرفت. یک روز اومد که مادرش خواب است، روش مبارک شد در پای مادرش میشکید. هر روز خدمت مادر میکرد. مادر یه روز ایزا کشید، گفت بچم وقتی تو پاکایم نمیشکی من ایزا میکشم. شیخ گفت یا مادر وقتی من خرد سال بدم گفت نجاست میکردم، شکایت را به نماز میکردم، تو ایزا میکشیدی و همه تنه من میشتی توزه میکردی. امروز من باید خدمتت را کنم. زن داریم، فرزند داریم، دو روز اگر پس ما بلند میکنن مینالند، لیکن مادری که برای ما شبها خواب نمیکنه، غم من را میخوره، در حق ما دعا میکنه، ما را سیر میکنه و خودش گرس نمیخوابه، ما را تشنه ما را سیراب میکنه و خودش تشنه خواب میکنه، همه غم درد برای من تو میکنه. امروز بعضی ما پدر مادر را میرنجونیم. خوش به حال کسی که پدر مادرش دلش به دست میره. خداوند همه ما و شما را به احترام پدر مادر خوشبخت بگردونه.